نسلی که هیچ وقت تکرار نما. همه دختران نشرال عین شهره و لیلا فروهر، همه عروسا به استثناء شبیه این دوتا بودن، همه دامادا هم شبیه معین و ستار. واقعا نسلی که دیگه تکرار نمیشه. چقدر خوش بودیم. عروسا ترک تمیز نشرال، نگاه کن دامادا همه شبیه معین. چه بوسم دوست داره. یعنی یه اولین بوس عاشقانمون بود. مثل الان نبود. قرار اول، قرار دوم، گیت دوم، دیت سوم. خدا شاهده تا قبل ای که عقدش کنی یه بوس میکردی، برادرها عروس میبردن چاپوقت جا میکردن. بعد چی؟ تازه پسرمواش بود، پسرداییاش بود. اینجوری ندی که هر کنه دوست داشت اون کنه، ماچش کنه، ببرش. اصلا این صحبت ها نبود. نگاه کنی اصلا خوش بودیم. خدا شاهده. نه فضای مجازی، نه اینترنتی، نه دست پا کلفتی، نه پتاسکی. عروسا عین ما، دامادات ترک تمیز. واقعا اینم عمه اشرفه، عمه عروسه. کی جرأت داشت به اشرف خانم بگه بشین اشرف خانم؟ این وقت این رقص فقط تکی میکرد، یعنی هیچ که نباید برمسا. اشرف دلم ورد قشرف. خدا وکیلی خوش بودیم. اینم او پسرها فامیل بود که همیشه میومد تو زنا میرقصید. همه داشتیم بل استثنا. دردی بز نوه همه رفت میگفت من میخوام بیام تو زنا برقصم. خوشحال و موقع